سلام ستونا، خوش اومدیم به یه برنامه دیگه با من لاک اس و کینگزمن بزرگ. آقا سلام. این دفعه از پاستیل ماستیل اینا خبری نیست. نه این دفعه پاستیل نه، سرکه مرکه که خبری نیست. نه ولی چی کجا باید بشینیم؟ باید بشینیم. داستان اینجوریه که هر کی بخنده میزنه سر اون یکی. یکی بخنده میزنه سر یکی؟ نه مثلا تو بخندی من میزنم سر تو، من مجازاتیه. باشه. شروع گردی و داستان ماستان داریم، بریم چه خبره دیگه. لایک، سابسکرایب، کامنت یادتون نره. داریم کنترل. زنگوله رو هم بزنن. زنگوله رو کجا میخوای بذاری؟ نه زنگوله رو هم بزنن. کجا دوست داری بذاری زنگوله رو که بزنن؟ اینجا بزنن. اینجا؟ آره زنگوله رو هم برو بریم. اینا فهم خنده با بخندیم دیگه. نه دیگه چانا طولته. همیشه کینگزمن بزرگ میاد اینجا قرار نخندیم. ولی به فاک میریم انقدر بخندیم. آره خدا. برو بریم. رانندگی خطرناک دخترم. به خدا که داره 20 کیلو. واش. ای علیه. چی میخوایی بخندیم؟ بخندیم. من یه رفیق دارم اینجوری تو ایران. من دفعه پیش رفته بودم ایران، هی تو ماشین میشستم، بعد اون دفعه هم در حال خودمون نبودیم. چی میگن؟ زکریا بودیم. آره تکان خورده بودیم. نشسته بودیم تو ماشین، اینم هی سرکه پشت سرکه. آره هی سرکه پشت سرکه، اینجوری پشت فرمون. و فکر کن تو بغل من نشستی راننده اینجوری باشه. بعد با 130 تا داره میره. من اینجوری نگاه کردم، بعد داد میزدم. آروم برو. دهنمون سرویس کرد، خودش میبینه. سلام، اختلاف سنیتون با پارتنرتون چقدر؟ 30 سال. باباته؟ نه باباته. خیلی دردش. بسته دیگه مگه باجی کارم نیستشی تو ما کارخونه باشه. اگه یه نیستم طلاقت آقا من 500 میگیرم خالیش میکنم. احمق داره میگه این نیسان طلا 800 بگیر. نفهمیدی؟ وای تو خندیدی یا وای چه کثافت ویدیویی داری میذاری تو امروز. محمد خوب میخوره. اینجا ببین هر چقدر محکم بزنی بزن، همونقدر محکم میزنن. آروماش ویدیوهای میخواستی بذاری این چیز. آروماش. من اینجا تریبون منه، فکر کردی من اینجا باخ میدم؟ لازم کار میکنی نه وقتی یه روز مدارک تو شد پلیس هیچی نمیشه منطقی میگه هیچی نمیشه. من گوه بخورم بیام جلو. من یه بار همینجوری گرفتن تو ایران، بعد گفتم گواهینامه دادم بهشون، گواهینامه انگلیسی اینجوری دادم، یارو گرفت رفت. پلیسه؟ آره بعد من موندم. یعنی چی؟ من دنبال یارو تو رو خدا گواهینامه یارو شوخیش گرفته بود فکر کنم. عجب حیوونه. In Christmas? Not anymore. Wear one of these instead. The Woody hoodie is the first and only hoodie for your Woody. Black Mamba or Millimeter Peter. It fits all sizes and shapes.
من که شورتشو میگیرم فقط. کریسمسمون نشه. بیا بادمجون بخور پسرم. از بادمجون بدم میاد. ای بدم میاد اینو به جا نمیخورم. این گوجه داره من نمیخورم. واقعا سلام حسن آقای گل. دست گل درد حسن آقا زده زیرشا. برای دختر گلم آوردم برای دوماد چی؟ عزیزم. چی میدونه؟ باشم آرزوت چیه؟ آرزو میده مثل آقا میلیاردر شم. مگه آقات میلیاردره؟ آقام آرزو داشت. ای آقاشه. بنده خدا پدر رو اذیت نکنی. آره خدایی دستبوس باشی. قربون همه پدرها برم. ماچ به دستت. داشت میکشه. منتظر بود آب بریزه روش. خب بریز دیگه. خب یه دقیقه وایسا آدمانو در بیارم. خب بودو چشام باز و بسته میشه. ما ادا اونو ندارم. بذار دختر دوباره ببینم. ادا هنو نریخ. خیلی فیک. خیلی فیکین بابا درست نکنین تو رو قرآن. خنده‌دار میخوام آجی منو نخندیدم. خانم فدای سرتون. بابا من نگران بودم به شما آسیبی نرسه. که مرد جنتلمنی که شوهر منم همینجوری بود. گوشیمو دزدید خارج. بله آقا کسرا، اینجاست که میگن شتر رو آخر پاییز میشورن. آره کارما یقتو گرفت. میخوام سورنا محکم بهت بزنه. محکم. آجی من این پسره خیلی دوست دارم. علی عبداللهی ما به فاک رفتیم. آمده این خدایی درست بزن. پشت سر نزنی ها. بزن دیگه. خب درست بزنم. بابا بزن دیگه. ریدی بخواه بکنه دیگه چی بوده. ساعت 5 صبح بیایید با هم آماده شیم بریم دعوا. هم به شهر گذاشتی کی 5 صبح میره جمع. چون دعوا یه کار خیلی مردونه است شما حتما باید یه میکاپی بزنید که مردونه ترین حالت ممکن باشه. این میگه خیلی دعوا کار مردانه است با هم میکاپ کنیم. راست میکاپ میشه بریم جمع. چی من دارم نداریم با همون کار دارم. بزن داداش. مردانه یه ذره چکه نمیده. مردانه است با مردانه داداش. مردانه است خط چشم میکشم به تیزی چاقوهای دشمن. ای ریدم تو ناخونات. به تیزی چاقوهای دشمن. ناخوناش میری. تیزی شمشیر دشمن باشه. معلومه که چون دارم میرم دعوا کردم بود رو کم میزنم. خواهیم بریم جنگ این دستا آخرش رو دوستم میرم. بابا این رفت جوری کاتگونه میندازم از دور مردم برو تو آخرش ببینیم چی شد. دوباره دل هوای بطری خوردن کرده. تو رو خودم بزن تماشه. دیگه میروم دم میخانه کمی مست کنم. جوره ایمی بخورم. اون که نبایست کنم. سعادت من خدایی حواسم رو بوداشم اینجا میخندیدم. اشتباه کردی. ببند. کن چه صافت
چشا رو چشا رو به من بابا. Get a whole year in Hobbycraft. Eyeliner. Gonna get a whole year in Hobbycraft. دانشم فکر کنم چه ما جفتمون خندیدیم. یه نزن جفتمون بزنیم یه جفتمون نزنیم. خدایش باشه نزنیم. توف تو ذاتت. بده من اینو. خدایش خواهد جلو بزنم. خدایش نه بیا ساعت پایین دیگه. فقط نزنم. بزن دیگه سری. فقط نزنم. بزن ویدیو رو نام بزنیم. بزن گوشم سوت کشید. چرا بغل میزنی؟ By just flipping coffee with a spoon by just مامان نزد زود آوازی. بابا سردرد گرفتیم. این چالشه چه چالشیه؟ داستان چیه؟ What? داستان چیه؟ سرد گذاشتی؟ مسخره بازیات چیه؟ نه ما بکنید کیونه؟ داستان چیه؟ من تمرکز حاجی به خود ببندن بزن تو من یه کم کم دارم ببندن مدره منو میگیره تو به روغن بنفشه بیاره خیلی درد داشت فرگرانسیش چش این واقعا نامردی بود. سیف کردی؟ من مای هرو. منم سولماته سیف کردم. اول بین آخه جون گوش کن چی گفت؟ اسمتونو تو گوشی همدیگه چی سیف کردی؟ من مای هرو. منم سولماته سیف کردم. اول بین درلینگ و دیار خود دو بشت بودم که سولماته بیشتر میتونه علاقه کنه. تو رو خدا بیا مای هروی من باش نزن. بده من مای هرو. بده من سیستیون داشت. تمام شد. بده اونو. تمام شد. بده بیا هرو باش نزن. بزن. بیا هروی این داستان باش نزن. بزن اینجا دالین. تو گوشم نزن. چه آرامشی داره اینا. آره باش. بسی جمعی گوشش بید. بابا میگم تو گوش. تا ویدیو دیگه میبینی. سردرد گرفتی بابا. آخری ها. حاجی من مادر بزرگ. آره شست بنده خدا. نه ماموزوگ هم حالا خدا رحمتش کنه. میبورد و مزیت میشد. بعضی کیسه هایی که استقلالی شبیه استقلالی ها هست. مشت چه من نمیدونم چه با مشت سر من چیز میکرد. فکر کنم چیزی شخصی من کیسه ها میگرفت و یه چیز سفید هم بود اینجور میمالید بهش. حاجی اینجور قابله پشت قابلمه تمیز میکنیم. من اصلا دستم سر این داستان نه. زنکی بزن. چی حرفی داری زیر عکس این بزرگوار به من میزنی؟ تویی خداییش. اصلا بعد این خدا بیامرزش که به چش من نمیاد. مردی با اون تیپ اون میکرد
با اون چشم ابروی مردونه اینجوری از لندی بره خودش پیاده میشد، یه جور انگار رستم از رخش خودش پیاده میشد. همین سایه این عکس فرشته مهربون بالای سر من باشه من کافیه. آره من کافیه. چشم ابروش گریه میکنی؟ من اصلا چی هر چیزی میکنم خب بعدی بزنیم. واقعا دارم میگم یکی از بهترین سریال هایی که تو ایران من ندیدم پایتخته. تو چی؟ خیلی خوبه. دمتون گرم خیلی ویدیوهای خوبی داری. دمتون گرم آقا. این ویدیوهایی که فرستاده بودین خیلیش خنده‌دار بود. پاره شد اینجا سردرد گرفتیم ما هم. ازدواجی بود اصلا دوستتون. دمتون گرم. دم شما هم گرم که اومدی. سردرد گرفتیم سلطان. ویدیو بعدی ماستینم خبری نیست. آره خدا رو شکر. ولی ویدیو بعدی یه چالش سنگین تر میذاریم چون الان سردرد گرفتیم دیگه کار نمیتونیم بکنیم. دمتون گرم که ویدیو رو دیدین. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. دور و بر سرتون بگردن. بفرستین ویدیو رو بفرستین. دیگه دیگه هر دفعه ویدیو میگیریم میگه من خدافظی نکرده. خدافظی کن. الان این تیم واسه شما صحبت. بچه‌ها ویدیویی که فرستید چه خدافظی کنم؟ خدافظ بچه‌ها. چی شد؟ چیکار می‌کنی؟ زنگ زده. آقا دارم ویدیو میگیرم. خجالت نمیکشین زنگ میزنین؟ کیه اونجا؟ خدافظ. اونجا کیه؟ کیه اونجا کیه؟ خدافظ. اونجا کیه؟ ببخشید بچه‌ها باید یاد بگیرن وسط کار زنگ نزن. نزاکس بیا